به بیماران دهی یارب شفا را، دهی رزقی غنی و همگدا را. شنو از بندگانت التجا را، خدایا شاد کن دلهای ما را. ز غم سوخته ما گشتیم زار و محزون، همه ناراحت ما هم جگرخون. غمی دلهای ما بنما تو بیرون، خدایا شاد کن دلهای ما را. روانیم ز دستی زندگانی، گذر دارد ز ما فصل جوانی. به لطف خویش بنما مهربانی، خدایا شاد کن دلهای ما را. غریبان را سلامت خانه آری، که پیوندان نمایند انتظاری. به اشک مانند باران بهاری، خدایا شاد کن دلهای ما را. مکن هم صحبت نادان و ساده، نما دور از قمار و فحش و باده. بگردان دولت ما را زیاده، خدایا شاد کن دلهای ما را. سفید گردید موی ما به سختی، رها بنمای ما را از کرختی. بده از شادی ها و خوشبختی، خدایا شاد کن دلهای ما را. ز مکر ناکسان ما را نگهدار، ز نیشی بد زبان ما را نگهدار. ز این و هم ز آن ما را نگهدار، خدایا شاد کن دلهای ما را. بده یک برده نان قاق بیغم، مکن پیشی کسی یک لحظه سرخم. خدا گویم که تنجی باشد عالم، خدایا شاد کن دلهای ما را. نمودی خلق آدم را تو از خاک، بدادی قانونی را در رهی پاک. رویم پیش و قفا بر داخل خاک، خدایا شاد کن دلهای ما را. زینور و گوهر ایمان مکن دور، غمی بیچارگانی عاجزت خور. مکن چشمی حقیقت بین ما کور، خدایا شاد کن دلهای ما را. ز قلبی کل مایان آگهی تو، کجای پا بمانیم همراهی تو. به امید سرزنیم بر درگهی تو، خدایا شاد کن دلهای ما را. فقط بر لطف تو امیدواریم، به امید ماه رحمت روزه داریم. به هر قسمت همیشه شکر گزاریم، خدایا شاد کن دلهای ما را. ز مکر و شر شیطان دور نمایی، که دل فارغ شود از روشنایی. نگهدار ز فسق و خودنمایی، خدایا شاد کن دلهای ما را. هدف داریم و تو بنما میسر، تو در هر دو جهان می باشی داور. نمایی پر نصیب از حوض کوثر، خدایا شاد کن دلهای ما را. نمایی محکم پر امتحانش، به هر حالت فدا سازد روانش. نما گویا خداوندا زبانش، خدایا شاد کن دلهای ما را. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکت برادران و خواهران اهل اسلام من. این مثالهایی که در بالا شنیدین از جانب برادری علی قدر ما و شما که جمشید محکم پر ایجاد گردیده، الله سبحانه و تعالی قلم ایشان را پر گرداند و در زندگیشان فیض و برکات نصیب گرداند. واقعا از درگاه الهی دعا داریم که الله سبحانه و تعالی به کل بیماران شفا، به قرضداران نجات و به فرزندان و فرزندان سالم و صالح نصیب گرداند و دلهای هر یک بنده مسلمان را، هر یک امتی کلمه گوی را شاد گرداند و روز محشر شرمنده این دنیا و آخرت نگرداند. السلام علیکم و رحمت الله. با احترام دوست و برادری شما، امید رحمت.